حالا یکی دستش انداخته رو شونه من، یکی بغل من نشسته، یکی فاصله گرفته، معلومه یکی بهتون خط داده که آقا همتون یهو با هم یه موجود درست میکنید. اگه دنبال خراب کردن منید که نمیتونید خراب کنید با این چیزا. منو میدونن، خودش میدونه دارم با کی صحبت میکنم. چون من با این چیزا خراب نمیشم واقعا. نه داداش آخه نگاه کن نزدیکت نشسته ها. سلام رفقا، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از اخبار و حواشی رپ فارسی. امروز میخوایم درباره حواشی جدیدی که برای آرتا به وجود اومده صحبت کنیم در موردش و در ادامه هم واکنش آرتا نسبت به این قضیه رو نشون بدیم بهتون. چند روز گذشته آرتا در پایتخت ایتالیا در میلان یک کنسرت گذاشت که با استقبال خوبی روبرو شد که بعد از این کنسرت چندین عکس از آرتا به همراه یک دختر پخش شد که تو عکساشون صمیمی به نظر می رسیدن و برخی از چنل های رپی حاشیه براش درست کردن که این دختر دوست دختر جدید آرتا هست، اما خود آرتا چنین چیزی نگفته بود. آرتا بعد از جدایی از ربکا با کسی دوست نشده و اومد یک سری توضیحات جدیدی در این مورد داد و گفت من با خود اون شخص کار دارم که میخواد منو تخریب کنه و در ادامه هم در مورد همکاری‌های آیندهش با سامی ویگی و راش میلیونز گفت. واقعا من دیگه داره خندم میگیره. یعنی ماهی یه بار برای من حاشیه درست نکنین شبتون صبح نمیشه. گاهی دید و واقعا هم یه سری چنل‌ها، یه سری پیجای رپی علنا اسمشون رو گذاشتن رپی. بذارید خاله زنک بازی مثلا چی که خر. یعنی واقعا کسچره. یعنی من دیروز عکس دیدم، من عکس من یه طرفدار بنده خدایی یهو دیدم یه کلمه پیج زدن دوست دختر جدید. آخه کسچر چرا نشر میدید آخه؟ من بعد از اجرا تو اروپا، از همه کسایی که تو تور اروپای من بودن میتونید بپرسید، من بعد از هر اجرایی میشستم روی یکی از این تیبلا، مردم دونه دونه میومدن عکس میگرفتن میرفتن. حالا یکی دستش انداخته رو شونه من، یکی بغل من نشسته، یکی فاصله گرفته، دیگه اینو نمیشه اونجا کنترل کرد واقعا. و اینکه میگم من تو نیست، یعنی هر کاری دوست دارید بکنید. من این وایسو گذاشتم واسه طرفدارای نزدیکم، واسه کسایی که دوستشون دارم، واسه کسایی که دنبال ویو نیستن از من، دنبال کسایی که واقعا منو دنبال میکنن. آقا این چیزا نکنید. من بخوام دوست دختر برم تو رابطه به همتون اعلام میکنم، نگران نباشید. این چیزا هم خط داده، معلومه که بهتون خط داده که آقا همتون یهو با هم یه موجود درست میکنید. اگه دنبال خراب کردن منید که نمیتونید خراب کنید با این چیزا منو. اوکی؟ اگرم دنبال این که برای خودتون رو بپوشونید، میدونن خودش میدونه دارم با کی صحبت میکنم. اگه دنبال این گوکاری خودتون رو بپوشونید لطفا سعی نکنید منو خراب کنید. میدونید چون من با این چیزا خراب نمیشم واقعا. اونی که با من گشته، اونی که من نزدیک دیده، اونی که با من زندگی کرده میدونه من چه شکلیم. خلاصه سرتون رو نیارم دیگه. ندید کسچه. واقعا من به یکی از این پیجا مثلا که آقا این کسچره رفیق این خبر دروغه و یارو منش گفت نه داداش آخه نگاه کن نزدیکت نشسته. وقتی میبینم یارو با من داره صحبت میکنه، خب یعنی از این بلس نیه، این خوشحال نیست که داره با من صحبت میکنه، دوست داره همچنان منو تخریب کنه. آقا میخوای بخور برو، میخوای بخور، من که هم نیست. من اصلا مرد حاشیه‌ام بابا، تو عادت کردم دیگه به این هر میخواید بخورید و سلام و ربی. اینو بهتون بگم ترک داره با راس میلیون میاد، ترک داره با لول C5 میاد، خفن ترین رپر ترکیه، ترک داره با سامی ویگی میاد، 3 روز 4 روز دیگه ترک فیک، اولین موزیک ویدیو، ترک رسمی آلبوم AKF. اینا رو نشر بدید به جای رو خاله زنک. به جایی که برید گورید از 4 نفری که اونجا بودن بپرسید آقا این قضیه چیه فیلان، بعد برید نشر بدید. اگر هم میخواید نشر بدید بازم به نشر بدید، به تخمم، به راست و چپ و بالا پایینم چیکار کنم با اینم بگم آجی. واقعا یعنی یه سری رسانه‌ها، یه سری پیج‌ها اعتبارتون رو از دست میدید پیش آرتیست، پیش طرفدارا. یعنی قشنگ معلوم میشه دنبال ویویی، دنبال برید. میدونی اشکال نداره. مثل این چیزا، این 100 تا آجر صاف میذاره یه دونه کج میذاری همش میریزه. خودتون میدونید هر میدونم پیجتون پول در میارید، تبلیغ میگیرید، نمیدونم تبلیغ ناخون سازی، این پیج رپ یارو تبلیغ چیز میکنه، ناخون و پدیکور مانیکور. خود نگاه کن دیگه، اون پیجی که این کارو میکنه خب علنا دنبال ویوه. یعنی باباش هم اگه ببینه لخت تو خیابون داره میره، عکس کونش هم میذاره تو پیجش، میگه نگاه کن عکس کونه یه پسره بزن. میفهمی چی تو رو بگم و اینا من نظرمو عوض کردم واقعا. من استراتژیمو عوض کردم. قبلا اینجوری بودم که یه خبر کذبیه شایعه یکی راجع میگفت که می‌خواست منو خراب کنه، من هیچی نمیگفتم، میشستم این بغل
میذاشتم آقا بالاخره ماه که پشت ابر نمونه، ماه بالاخره از پشت ابر بیاد بیرون. الان اینجوری نیست، الان دست میذارم ماهو از پشت ابر همون لحظه میارم بیرون، میکوبم تو سرش. یعنی الان راجع به من بشید بگید با همتونم، یعنی با رسانه‌ای که نیست، شما که واقعا رسانه‌ای که داره این کارا با رسانه من کاری ندارم، با شخصم. یعنی بخواید راجع به من بخواید راجع به من اخبار منفی بزنید، بخواید منو تخریب بکنید، یه جوری در میارم میذارم وسط پیشونیتون که خودتونم باورتون نشه. پس هر دارید میخورید به من کاری نشه باشید، ما داریم کارمون رو میکنید، دست از سر من بردارید. یعنی یهو در میارم میمونم سک و صورتتون، اینجوری بهتون بگم بکشید بیرون. هم من 1 سال پیش همچنین اتفاقی برای سمیلو رخ داد که عکسش با یک دختر در تولد اون دختر پخش شد و حاشیه براش به وجود اومد که اون دختر دوست دختر جدیدشه که سمیلو واکنش تندی نسبت به این قضیه نشون داد. حالا به نظر شما منظور آرتا از شخصی که میاد تخریبش میکنه پوتکه یا نه؟ دمتون گرم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کامنت بذارید. کانالم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدید مطلع بشید. ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا کانالمون هم بزرگتر بشه.